اگه یه گرگ بهتون حمله کرد چه سگ‌هایی میتونن ازتون محافظت کنن؟ شماره 4 قهدریجانی. قهدریجانی یک سگ چوپانه و ذاتاً دشمن گرگ هاست. اگر یک قهدریجانی اصیل دارید هیچ ترسی از حمله گرگ نداشته باشید. شماره 3 آلابای. آلابای یا همون تانک ترکمن که به خاطر گرگ ها معروفه و از دور بیشتر شبیه یک خرس تا یک سگ. بارها دیده شده یک گله گرگ هم جرأت حمله به آلابای رو نداشتن. شماره 2 پژدر. یکی از قدیمی‌ترین و خطرناک‌ترین سگ‌های دنیا پژدره و به حدی قدرتمند و تهاجمیه که خیلی‌ها اعتقاد دارن هیچ سگی در جنگ رو در حد پژدر نیست. اگر یک گرگ به یک پژدر اصیل حمله کنه ممکنه تبدیل به آخرین حمله عمرش بشه. شماره 1 سرابی. پرطرفدارترین، قوی‌ترین و معروف‌ترین سگ ایران سرابیه. این سگ غول‌پیکر با قدرت فک فوق‌العاده‌اش کابوس هر گرگیه که بهش نزدیک بشه. اگر یک سرابی اصیل دارید هیچ ترسی بابت حمله هیچ حیوانی نداشته باشید. اگه بخواید یکی از این سگ‌ها رو برای محافظت از خودتون داشته باشید انتخابتون کدومه؟